در هفته اخیر یک خبری خیلی در رژیم جار و جنجال به پا کرد. اون هم سفر آقازاده انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده آخوند رئیسی به کانادا بود که خیلی هول و هوچش جنجال به پا شد و ما هم امروز می‌خوایم یک کنکاشی داشته باشیم بر این فضاحت درون رژیم آخوندی. بابک چرا این موضوع اینقدر جار و جنجال شد و به اصطلاح بولد شد؟ بله. ببین این موضوع خب فی نفسه که مسافرت به کانادا یا هر کشور دیگه عجیب نیست، اما چرا این موضوع به قول شما بولد شد؟ یه ویژگی هایی داشت. شما اون مسئله شنیدید که از یه زندانی محکوم به حبس ابد پرسیدن خب جرمت چی بود حبس ابد گرفتی؟ خیلی خونسرد گفت یه دعوا کردیم. گفت دعوا که حبس ابد نداره. گفت چند تا ریخت و پاش قتلم توش بود. حالا قبل از اینکه بریم سراغ آقازاده این انسیه خزعلی، بریم سراغ خودش ببینیم این موجود کیه و چه رزومه‌ای داره. از یه کلیپی که تو رسانه‌های رژیم اینو معرفی کردن اگه اجازه بدید ببینیم. بله. بعد بحثمون رو ادامه بدیم که این داستان چیه. بله. باور کن امید خیلی از این قسمت‌های این کلیپ رو حذف کردم، من آوردم دادم برای پخش، چون واقعا اگه می‌خواستیم تمام اندیشه‌های این موجود، البته اندیشه که نمیشه گفت، تمام خزعبلات و تعفنی که تو ذهن این بود رو نمایش بدیم، واقعا توهین به شعور مخاطب بود. برای اونچه که ما دیدیم بابک در واقع این آقازاده‌ش رو به اصطلاح آقازاده‌ش رو باید میفرستاد حوزه به جای کانادا. معلومه چرا فرستاده کانادا. بله. البته این خودش هم آقازاده است دیگه. این خودش آقازاده بوده، بعد به این آدم بی سواد شده رئیس دانشگاه. بله. اما اینکه گفتی بفرسته حوزه، جای بدی نفرستاده. الان کانادا به لحاظ غلظت وجود پاسدار و از این مدیرا و نمیدونم لومپنا و اینا به لحاظ غلظت دست کمی از حوزه ها نداره. یادت اوایل انقلاب میگفتن دانشگاه حوزه پیوندتان مبارک، که اون پیوند هیچگاه برگزار نشد. الان ولی حوزه و کانادا خوب با هم پیوند برقرار کردن. و من شنیدم یه دونه توی خود رژیم یکی از این آدما به خود رئیسی جلاد مطلق انداخته بود که این دفعه سفر استانی یه دونه برو تورنتو، چون اونجا آدم ولایی زیاده، برو از نزدیک میدانی جهادی پاشش دیدی میزنه بالا میره. برو اونا مشکلات اونا رو هم حل کن. اما چرا گفتم این داستان ویژه شد؟ چون از این دزدی گرگی‌ها که تو رژیم هست، آقازاده ها میرن میان دزدی میکنن. این یه بزبیاری آوردن سیه خزعلی، چون یه آدمی هست به نام مهدی عرفاتی، رئیس شورای به اصطلاح هماهنگی دفتر رئیسیه. این اومد در راستای سفیدسازی رئیسی جلاد، چون میدونی دو تا ستاد دارن اینا، یکی ستاد دستاوردسازی برای رئیسی، یکی ستاد سفیدسازی رئیسی، که کل رژیم جمع شده که این گرگ رو به صورت یک بره نشون بده. یه توییت کرد روز 16 شهریور که بله یه معاون وزیر گفته بچه‌م میخواد بره خارج، رئیسی گفته که اگر پسر رفت پدر هم برود، که این جمله بلا شد. حالا اون یکی باندا تو جنگ قدرت چسبیدن یخه رئیسی رو، خب پسر رفت پدر برود، خب اینجا هم پسر رفت مادر برود. رئیسی مفلوک هم مونده، این جمله که قرار بود به اصطلاح قاطق نونش بشه و بریز جیبش رو سفیدش کنه، هیچی شده قاتل جونش. و به خودش و مشاورش هر چی دهنش در میاد میگه. خب حالا بابا این قانونی که در واقع نمیشه تو رژیم اجرا کرد، چون اگه اینجور باشه همه آدمای رژیم باید برن کانادا. ببین آدم‌های رژیم که یه جا بیشتر ندارن برن، اونم جهنمی که اون اصلا نه ویزا میخواد نه پول، مردم با تیپا میفرستنشون. اما دومین کاری که تو این داستان شد، خیلی به قول شما حاشیه ساخت و برجسته کرد، این بود که انسیه خزعلی اومد یه توییت کرد، یه رشته توییت که از این کارش دفاع کنه. طبق معمول با وقاحت رژیمی ها گفتش که تو این توییت گفتش که اولا که پسرم رفته دنبال چیزای دانش بنیان و اصلا در جهت منافع ملت رفته. یه رشته توییتی بود که باند مقابلم پای خامنه‌ای رو کشید وسط، که باند مقابلم دید بابا خامنه‌ای، یعنی
انسیه خزعلی دید هیچ جای نداره، رفت پای خامنه‌ای اول دزد و غارتگر رژیم، یعنی تمام تبهکاری رژیم بخاطر سرش میرسه به خامنه‌ای، پایونو کشید وسط، گفت اصلا پسر من رفته بود که این دانش بنیان رو که خامنه‌ای اول سال گفت محقق کنه. اون یکی باندم دید که خیلی ناجوره که بابا خامنه‌ای سطحش این کارا نیست، یه قلم 3 میلیارد دلار فولاد مبارکی کشیده بالا، بعد تون شمش طلا تون جابجا میکنه کل اقتصاد مملکت، بعد این چیزا که به خامنه‌ای نمیاد سر یه آقازاده شروع کردن دعوا که سطحش پایینه، سطحش پایینه. بابا خامنه‌ای بالاخره 30 سال حکومت کرده، دستاوردش همین دزدی‌ها بوده دیگه، مثلا کجوم جبهه خامنه‌ای رشد کرده. آره. گفتش که اون یکی بان آقا چرا از آقا استفاده ابزاری میکنی؟ چرا اسم سال آقا رو به گند میکشی؟ شما وقتی گیر میافتید یاد آقا میافتید، الان آقا دراز به دراز تو بیت افتاده، حتی وقت نداره خبرگان به دانشجوی خبرگان ببینه، یکی نمیاد زیر دست این مفلوک رو بگیره، همتون میرید دخم این مفلوک رو میگیرید میکوبید زمین. از اینجا بیشتر این داستان گر گرفت. و یکی دیگر از ویژگی های این مسافرت همین کشیدن پای خامنه‌ای و اسم سالی که گذاشته بود و به گند کشیدنش توسط همین رشته توییت انسیه خزعلی بود. حالا یه بچه دیگه هم بابک، این موضوع فیلتر شکن سازیش جالب بود، یعنی تحت عنوان دانش بنیان مشغول ساختن فیلتر شکن بود که خودش تو رژیم میست ممنوعه، بعد میداد به ایران، میداد به رژیم. نه ببین، رژیم ممنوعه این بیرونشه. داستان اینه که پدر مادرها که تو رژیم هستن یه چیزی رو ممنوع میکنن، آقازاده ها میرن همون ممنوعه رو تولید میکنن از خارج میفروشن. این صنعت مقامات رژیمه. اما همین که گفتی، ببینیم شغل این آقازاده که یکی از محورهای برجسته شدن این داستان بوده چیه، که اونم باز از زبان رسانه‌های رژیم ببینیم ادامه میدیم. بله. از غرب اظهار نفرت میکنند، هر ایرانی هم که میرود را سرزنش میکنند. حال اما یک به یک دارد مشخص میشود که فرزندانشان در همان غرب زندگی میکنند و کاسبی. از زاکانی شهردار تهران گرفته تا انسیه خزعلی معاون رئیسی در امور زنان. اخیراً افشا شد که فرزند خزعلی در خارج از کشور به سر میبرد. در واکنش خزعلی اما تایید کرد که پسرش در کاناداست، اما برای توسعه یک مجموعه دانش بنیان. اکنون کاشف به عمل آمده که حمید رضازاده فرزند معاون رئیسی در ونکوور کانادا کاسب فیلترینگ است، یعنی بنیانگذار یک مجموعه تولید فیلتر شکن به نام بترنت است. کسب و کارهای میلیاردی در ایران است. واقعا میگم آدم این چیزا رو که میونه فکر کنه رژیم دیگه هرچی ترفند و بازی رو دیگه تموم کرده، ولی باز همین از تو خرجونش چیز جدیدی در میاد. بله عمق تبهکاری ها اینها رو نمیشه فهمید. اما چرا این داستان آقازاده به خارج کشور خوبه؟ آخر کار یک بررسی هم داشته باشیم چرا اینا مشتاق خارج کشورن، چون تو ایران هم که همین کارا رو میکنن، مشکلی ندارن. دو تا دلیل داره به نظر من. یکی که خب اینها اگر جامعه ایران رو بخوای برش بدی، آشغال‌ترین، متعفن‌ترین لایه‌های جامعه ایران میشن همین پاسدار و آخوندا و همینایی که دور و بر خامنه‌ای، یعنی همین آدمی که رأس کارن. خب اینا وقتی به قدرت رسیدن و از این سرقت انقلاب ضد سلطنتی، عقده‌های خودشون رو باید به لحاظ عقده‌های فردی و طبقاتیشون رو حل کنن. بعد همینم براشون جاذبه این که کانادا و اتوبان ببینن و کازینو ببینن و دانسینگ ببینن، چون کانادا نقش خلوت اونم دارن دیگه. میگه آن اونور میرن منبر، اینم چی خلوتشون کاناداست. یکی دیگهش که علت اصلی تره اینه، چون میدونن فردای وجود نداره براشون، دارن به وسیله بچه‌هاشون که اسمش عامشون هم شده آقازاده، دارن برای خودشون جاپا درست میکنن. اما بهشون بگم که تلاش مذبوحانه نکنید. قیام خلق آنچنان قیامی که شما وقت نخواهید کرد یه پا قدم از قدم بردارید. تنها جایی که شما میرید در دادگاه خلق و پس دادن حساب این جنایات و این تبهکاری‌ها و این چپاولگری هاست که کردید، که تازه یه مهره دست چندمتون این کارو کرده. وا به حال خامنه‌ای و اینا که گفتم اول غارتگر و اول دزد این نظام هستن. امیدوارم تونسته باشیم این مسئله در حدی که دیدیم باز کنیم، به قول شما کنکاش کنیم. بله خیلی ممنون. متشکرم از تو بابک از اینکه در برنامه امروزمون شرکت کردی و برنامه کرایه کردی.